با اشتراک کارشناسان و شرکت‌های سیاحی واخوری نوبتی دایر کرده شد. در این واخوری به شرکت‌های سیاحی توصیه داده شد که تا معتدل گردیدن وضعیت از تشکیل سیاحتی هم شهروندان داخلی به خارج از تاجیکستان و هم شهروندان کشورهای دیگر از خارج به تاجیکستان موقتا خودداری کنند. این تدبیر به خاطر امین نگاه داشتن شهروندان کشور از این مرضی سیاسی که روز به روز در کشورهای جهان دامن پهن میکند. در این واقعه کارشناسان نیز آید به امیدهای پیشگیری صورتیابی یکچند مسئولیت‌ها را پیشنهادگذاری نمودند. طبق توصیه سازمان عمومی جهانی تندرستی و سازمان بین‌المللی سیاحی، سیاحان باید سلامتی خود را نظارت کنند و در دوام 14 روز پس از بازگشت از معاشرت با دیگران محدود باشند. مسافرانی که گرفتار تب لرزه، سلفه شدید یا نفسکشی شدید هستند باید در خانه بمانند. سازمان عمومی جهانی سیاحی دعوت می‌نماید که راهبران ساختارهای ساحه سیاحی همچون پیشبرنده سیاست سیاحی برای برقرارسازی رشد استوار ساحه کوشش و همکاری را دوچند نمایند. سیاحی در حال حاضر یک از بخش‌های از همه آسیب‌پذیر به حساب می‌رود و سازمان عمومی جهانی سیاحی پیشگویی خود را درباره واردشوی و واردات بین‌المللی در سال 2020 تجدید نظر کرده است. بخش سیاحی مثل دیگر نمودی فعالیت اقتصادی که دارای تاثیر اجتماعی باشد به همکاری بین آدمان اساس یافته است. سازمان عمومی جهانی سیاحی همچون ساختار سازمان ملل متحد سهم خود را در پیشرفت ساحه سیاحی و رشد استوار آن با سازمان عمومی جهانی تندرستی که ساختار پیشبرنده سازمان ملل متحد آید به مبارزه با ویروس کووید 19 می باشد همکاری‌های مشترک را به راه مانده ایستادند. این زیر ساختارهای سازمان ملل متحد هماهنگسازی مکمل را برای کفالت دادن آن که چاره‌های تندرستی با راه‌های کم کردن سیاحت‌های بین‌المللی به عمل می‌آیند مسئولیت دارند. غیر از این سیاحی باید متناسباً با تهدید به سلامتی اهالی و دیگر اساس اندازه‌گیری و هماهنگی به راه مانده شود. سازمان عمومی جهانی سیاحی جاری کردن محدودیت‌ها را برای سیاحت نمودن توصیه می‌دهد. در جایهایی که این تجربه‌ها تطبیق کرده می‌شوند آنها باید به توصیه‌های آخرین کارشناسان اساس یافته نگرانی‌های اساسی سلامت مردم حساب روند. در این زمینه سازمان عمومی جهانی سیاحی اهمیت کم کردن مکالمه بین‌المللی و همکاری‌ها را تاکید می‌نماید. این دعوت مشترک جامعه جهان را از جمله بخش سیاحی را هشدار می‌سازد که تا در یک جایگی باز هم سودمند کار نموده و نشان دهند که همبستگی بین آدمان و ملت‌ها می‌تواند هضم عامل‌های منطق برد.